قصه خالصه مرادووا ساکن دهه دوردست ولایت ختلان به سرگذشت هزارها زن تاجیک مانند است. او دیپلم و جای کار ندارد. شوهرش به روسیه رفت و دیگر از او خبری نیست. اکنون نگهبانی 2 فرزند و والدین بر دوش این زن تنها است. به نوشته خبرگزاری رویترز در تاجیکستان پیدا کردن شغل مناسب آسان نیست و از این رو بیش از 1 میلیون مردان تاجیک در جستجوی کار به روسیه رفته عائله‌هایشان را یاد نمی کنند. اول روسیه رفتک، بعد روسیه اومد دیگه اودم شد، دیگه خیلی شد. نمیایم زنگم نمیزنم. یک بار زنگ زده پرسیده کودکش تمام. در ناحیه خراسان ولایت ختلان یکچند مرکز دستگیری اجتماعی جوانان تشکیل شده است که در آن به همسران مهاجران کاری کمک بیپولی حقوقی می‌دهند. زنهایی که به این مرکز میآیند می‌خواهند که شوهران بینام و نشانشان را پیدا کنند تا از آنها الیمین ستانیده شود و یا مسئله‌های مربوط به تقسیمات مالکیت مشترک حل شود. صاحب 3 فرزندم. شوهرم روسیه رفتگی نگاه نمیکنه. در خونه خشتامانم بدم سرم کردن. اومدم در خونه اوچما. زندگی خیلی یگون سمپل روی نمیکنه. صرف نظر از کارهای وزنین کم درآمد و امکان محدودی همایش با جامعه روسیه، مهاجران زیادی از بازگشت به تاجیکستان خودداری میکنند. الهام قاسیموف که چند ماه باز شغلی ندارد میگوید که شرایط مشکل است ولی او انتخاب دیگر ندارد. تخمینا 7 ماه این جانب به معاش نمیگیرم. پول نیست که به خانه فرستم. میخوام از دوستانم پول گیرم و مجوز کار خرم. ولی این حرفها احوال زنان تاجیک را بهتر نمی کنند. آنها انتظار چاره‌های علاوه‌ای حکومت برای حفظ اجتماعی عائله‌های مهاجرانی کاری هستند.